عروسک ترسناک که موهایش بلند می شود. عروسک اوکیوکو در ژاپن در دنیای عروسک‌های ترسناک و تصویر شده زیادی هست که خیلی از آنها حتی در موزه‌ها نگهداری می‌شوند. اما عروسک تصویر شده‌ای که امروز می‌خوایم دربارش حرف بزنیم با همه یک فرق بزرگ داره. موهای این عروسک هر روز بلند می‌شود. این عروسک تصویر شده ژاپنی یکی از ترسناک‌ترین عروسک‌های دنیاست و تا به حال از روی آن فیلم‌ها و داستان‌های زیادی ساخته شده. در ادامه این ویدیو من را همراهی کنید تا درباره این عروسک تصویر شده اوکیوکو بیشتر حرف بزنیم. افشای راز وحشتناک عروسک جهان اوکیوکو. عروسک اوکیوکو عروسک تصویر شده ژاپنی است که امروز خیلی از آن دیدن می‌کنند. این که عروسک چطور یک همچین سرنوشتی پیدا کرد و تا این حد در کشور ژاپن معروف شد داستان جالبی دارد که برایتون تعریف می‌کنم. اوکیوکو عروسکی سنتی ژاپنی است که در سال 1918 به فروش رسید. خریدار یک پسر 17 ساله بود که می‌خواست این عروسک را به خواهر کوچک 3 سالش هدیه دهد. پسر به خانواده برگشت و این عروسک را به خواهرش داد و دختر کوچک 2 ساله در همان لحظه عاشق این عروسک شد. دختر آنقدر این عروسک را دوست داشت که حتی اسم خودش اوکیوکو را برای آن گذاشت. هر جا می‌رفت این عروسک را با خود می‌برد و شب‌ها در کنار خودش عروسک را می‌خواباند. اما یک روز این دختر کوچک به سرماخوردگی شدید مبتلا شد و در اثر تب زیاد از روز به بعد دنیا رفت. با مرگ این دختر داستان‌های عجیب و ترسناک این عروسک هم شروع شد. داستان‌هایی که این عروسک را تبدیل به یکی از ترسناک‌ترین عروسک‌های دنیا کرد. اول قرار بود که عروسک در کنار دختر دفن شود، اما یک سری شرایط دست به دست هم داد تا این اتفاق نیفتد. خانواده دختره تصمیم گرفتند عروسک را پیش خود نگه دارند و چون دیدن عروسک آنها را یاد دخترشون میانداخت، آن را در جعبه کوچکی قرار دادند تا همیشه در کنار آن برای دخترشون دعا کنند. بعد از مدتی خانواده دختره متوجه اتفاق مشکوکی شدند. موهای این عروسک که تا پیش از این تا بالای چانه‌اش بود بسیار بلندتر از قبل شده. آنها فهمیدند که عروسک به تسخیر روح دخترشون درآمده. برای همین موهایش رشد می‌کند. در سال 1938 خانواده اوکیو تصمیم می‌گیرند تا برای همیشه جزیره هوکایدو رو ترک کنند. البته بدون عروسک. شاید چون دوست داشتند تا این عروسک برای همیشه در نزدیکی قبر دخترشون باشد و از او دور نشود. این خانواده راز عروسک با مسئولان تالار ماننجی در میان گذاشت و از آنها خواست تا این عروسک را پیش خود نگه دارند. از آن زمان تا به حال این عروسک در تالار مانجی نگهداری می‌شود و خیلی‌ها به دیدن آن می‌روند تا موهای افسانه‌ای او را تماشا کنند. البته کسی حق ندارد تا از این عروسک عکسی بگیرد. برای همین که کمی از این عروسک پیدا می‌شود. عروسک اوکیوکو در ژاپن امروز در تالار ماننجی و در یک جعبه چوبی چشمتان به یک عروسک 40 سانتی متری می‌افتد که خیلی‌ها برای دیدنش به این محل می‌روند. این عروسک اصلا معمولی نیست، چون باید هر سال موهایش کوتاه شود. عروسک که یک کمونی زیبا پوشیده و چشمان مهره‌ای سیاهی و البته موهایی دارد که رشد می‌کند، اینطور که گفته می‌شود موهای عروسک حتی به زانوهایش هم رسیده. البته در گذشته از این هم بلندتر بوده، چون معزولان این تالار هر از چندگاهی موهای عروسک را کوتاه می‌کنند. شاید فکر کنید کوتاه کردن موهای یک عروسک تصویر شده ترسناک است، اما اینطور که مشخصه یک روز عروسک به خواب یکی از مسئولان تالار رفته و از او خواسته تا موهایش را برایش کوتاه کند. هیچ کس نمی‌داند واقعاً چرا موهای این عروسک هر روز بلند و بلندتر می‌شود. حتی به گفته بعضی‌ها بر روی این عروسک بررسی‌های علمی هم انجام شده که اگر بگوییم نتیجهش چی بوده حتما تعجب می‌کنید. موهایی که روی سر این عروسک درآمده از جنس موهای یک دختر بچه است. حتی عده‌ای می‌گویند اگر به عروسک نزدیک شوید و دهان نیمه بازش را به دقت ببینید دندان‌هایش هم معلوم است. این عروسک ترسناک الهام‌بخش داستان‌ها و فیلم‌های زیادی بوده و حتی نویسنده‌ها و کارگردان پا را فراتر گذاشته و تا جایی که می‌توانستند عروسک ترسناک را ترسناک‌تر هم نشون بدهند. مثلا در سناریوهای آن این عروسک هم میخندید و تکان میخورد و هم ناله میکرد. اگه دلتون میخواد معروف‌ترین عروسک تصویر شده هوکایدو رو ببینید، در صورتی که گذرتون به جزیره هوکایدو ژاپن افتاد وقت رو تلف نکنید. مستقیم به سمت تالار ماننجی بروید تا در چشمان سیاه این عروسک خیره شوید.